بشیم آیه چالو بکن با بی با خالی بشیم یه چالو بکن من بگم چرا چالو بکندی آن در چالو بکندی چالی چیو بگو خیلی ما درخت بخرم بگم درخت چیه درخت خانه جلو بخرم کنه بگم نه درخت سایبان خانه درخت خانه دمکا بعد دمایه خانه حالا بتاو اگه بعد یک موقع بدمه درخت تکان خوره اونو خانه عجب از درخت سایبان خونه است. آره پس این درخت آزاده که جلو کشتی حالا آزاده بگشتی حالا آزاده بگشتی اون آقا بیلش بود خوابشی میسره بودن ناولم اگه گفتی اون خواهیم بگویم بگو تو خودش دیر رفتی نیم دو مریض خود رفتی نیم جان تو جان خود جای خواهد بعد که شر بخواد بگو اگه مرد بگیرد مرا در روزت بدن من آیا کی کند قبر و کی دوزد کفن من تابوت مرا جای بلندی بگذاری تا باد بیاید بوی مرا برد بطنم یه دست بده